با تو خوبم، با تو خوبم، ای قشنگترین امید و آرزوها. با تو خوبم، با تو خوبم، ای فرشته زمین و آسمون ها. ای لطافت و محبتی هوس ها، ای لطافت و محبتی هوس ها. سلامت باشه. امروز مهمانی کاشانه های شما است و مهمان نوبتی برنامه ما هنرمند مشهور و بلبل‌آواز تاجیک بهرام غفوری می باشند. و یادداشت می شویم که بهرام غفوری یکی از اشتراکچیان آزمون آهنگ جوانی است که هفته‌نامه اویلا به افتخار سال جوانان تأسیس داده است. آوازدهی به جانبداری داوطلبان آزمون طریق برگه های صورت می گیرد که در هفته‌نامه اویلا هر شماره نشر می شوند و همزمان شما می توانید به سامانه تاجیکستان تایمز تیجی وارد شده زیر نام هنرمندانی دوست داشته‌تان که در این آزمون شرکت می‌ورزند لایک گذارید. برای هنرمند برای آن که موفق شود چی لازم است؟ برای هنرمند، برای یک آدمی که تازه به صحنه میآید در جلوی صحنه باید اول از خودش باوری داشته باشد که این کار را از دست خود میتواند یا اینکه نه. و هنر چند خیل می شود. هنری شخصانی هستند که هنری خود را کپی میخوانند، یعنی از دیگر چی استفاده میبرند و خوب همین را استفاده میبرند، سرود میخوانند. هنرمندی است که باز ایجاد میکند، باز این هم با خوبتر است که هم ایجاد میکند هم پیشکش مخلصان میگرداند. فقط سایقل خوب از قفای کار اگر شود انشاءالله که موفق می شود. شما که در چند فیلم نقش بازی دارید، بگویید که برای یک هنرمند، برای یک سراینده نقش آفریدن در فیلم دشوار است یا نه؟ چی میطلبد؟ چی فرقیت دارد؟ در کینوی سکوت ما رو خواهش کردن که در اونجا ما آهنگ این سرود، یعنی آهنگ این کینو رو نوشته کنم و نوشتم و باز خواهش کردن که بیا یک شخصی در یک رولی خیلی به همه معلوم در اونجا تماشا کرده بودیم، پولدار بای بچه. من خیلی رد نکردم چون که مهارتی اکتیاری هم در وجودم هست و از این چیزا با خبر هستم و برای من مشکل نیست در این زیر با نام یک کینو با نام کین، اگر فراموش خطا نکنم، در این کینو هم نقش میبازم، نقش یک میلیسیونر. نقش میلیسیونر رو میآفرید، ابراز میلیسیونر. بله، در اینجا هم خیلی به نزدیکی اگر برایت باز تماشا میکنید. با فکر شما افتخار ملی از کجا سرچشمه میگیرد؟ افتخار ملی وطن آباد، وطن تنج و یعنی که از سیاست دولت افتخار ملی پیدا می شود و خوشبختانه امروز در ما دیده می شود که چنین پیشوای ملت داریم، چنین وطنی آرام و تنج به ما احیا کردند و خوشبختانه در وصف وطن هر روز سرودها می برآیند و افتخاری وطن پرستی همش از تنجی دیده می شود. برای بهرام غفوری وطن یعنی چیست؟ وطن برای من مادر است، چون که من در اونجا مادر خود را می بینم و من پدر است، برای من مادر است. برای من به وطن ما تمامی جا می روم، از سیر و زیاد ایستاده نمی توانم، چون که آب و خاکی وطن باز میکشد. باز همی خیلی عادت کردیم دیگه به وطن. گمان میکنم که وطن برای همه خیلی است، وطن مادر است. شرابی شرابی دو چشمی تو شرابی، شرابی شرابی دو چشمی تو شرابی، همه بیدار در شهر چرا تو مست خوابی، تو قصری مجلا منو خانه خرابی، شرابی شرابی دو چشمی تو شرابی، شرابی شرابی دو چشمی تو شرابی، کی می رود از این دل من رنج و عذابت، کی می رود از جان و تنم
فکر و خیالت که می رود از این دل من رنج و عذابت که می رود از جان و تنم فکر و خیالت آسیم آسی سرگشته کویت بی وفا نازنین بسته مویت همه خیلی بهرام جان راستش را بگوید فکر و خیال کدام نازنین از دل شما نمی رود؟ نازنین ها یعنی زیادند اونها. خیلی ما چون که ایجادکار هستیم می توانیم که در وصف عشق محبت سرود ایجاد کنیم شعر نویسیم این به همه نازنین ها بخشیده شده است. از سرود مادر یک پاره عمر تو آغوش غم شد قلب من پر از علم شد چشمهای نازنینت ذره ذره پر نم شد چشمهای نازنینت ذره ذره پر نم شد عمر تو آغوش غم شد